به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر وحدت با عریضه زن 36 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که شب 13 دکبر سال 2023 تخمینا ساعت 22:30 دقیقه مرد 29 ساله ساکن همین شهر در منزل استقامتیش به یگان اساس با او مناقشه نموده با کارد یک مرتبه به قسمت شکمش زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نوع اسماعیل سالمانی عریضه جوان 20 ساله ساکن نوع دنغره وارد گردیده است که 28 نوامبر سال 2023 شبانه شخصان نامعلوم با راه پنهانی به آشخانه سامانیان واقع در نوع اسماعیل سالمانی وارد شده از داخل خزینه 2500 سامانی و یک عدد تلفن موبیل تمغه آیفون را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیتیا نابالغ 17 ساله ساکن شهر ایسار با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اوید بین حادثه تفتیشات ادامه دارد.